یک شاخه گل، برنامه شماره 382. این برنامه با همکاری قوامی، مهندس همایون خرم، مجید نجاهی و افتتاح در سگاه تنظیم گردیده. آهنگ موزون از میر نقیبی، اشعار از عراقی و علی اشتری، گوینده فیروزه امیر معز. کشید کار ز تنهاییم به شیدایی، کشید کار ز تنهاییم به شیدایی. ندانم این همه غم چون کشم به تنهایی. ز بس که داد قلم شرح سرنوشت فراق، ز سرنوشت قلم نامه گشت سودایی. مرا تو عمر عزیزی و رفته ای ز برم، مرا تو عمر عزیزی و رفته ای ز برم. چه خوش بود اگر ای عمر رفته بازآیی.
عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم. عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم. در کوی می فروش چو مینا نشسته ایم. تا موج حادثات چه یاری کند که ما با زورق شکسته به دریا نشسته ایم. عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم در کوی می فروش
در کوی می فروش چو مینا نشسته ایم ما را ز کوی باد فروشان ما را ز کوی باد فروشان گزیر ما را ز کوی باد فروشان گزیر نیست تا باده در خم است تا باده در خم است همین جا نشسته ایم
موج حادثات چه بازی کند، تا موج حادثات چه بازی کند که ما با زورق شکسته به دریا نشسته ایم. شقایقیم که با داغ سینه سوز جامی گرفته ایم و به صحرا نشسته ایم شقایقیم که با داغ سینه سوز جامی گرفته ایم و به صحرا نشسته ایم
طفل زمان فشرد، طفل زمان فشرد، چو پروانه‌ام بمشت، جرم دمی جرم دمی که بر سر گلها نشسته اینجا. ما آن شقایقیم که با داغ سینه سوز جامی گرفته ایم، به صحرا نشسته ایم. طفل زمان فشرد، چو پروانه ام به مشت، جرم دمی که بر سر گلها نشسته ایم. این بود شاخ گل شماره 382.